لندن به عنوان یکی از قیمتترین پایتخت‌های دنیا معروف شده است. هر برند را که فکر می‌کنید در این فروشگاه‌ها پیدا می‌توانید. وستفیلد یکی از محبوب‌ترین شاپینگ سنترهای لندن است که در ساخت‌وساز آن حدود 1.5 میلیارد پوند فقط برای احداث و بهره برداری این مجموعه هزینه شده است. البته چند سال بعد به این رقم هم اضافه شد. در سال 2018 600 میلیون پوند دیگر برای اضافه کردن بخش‌های جدید به این مجموعه پرداخت شد. خب البته استقبال مردم از این مرکز خرید می شود این رقم را به فراموشی سپرد. وستفیلد تنها برای خریداری نیست، میتونید اوقات فراغتتان را در اینجا سپری کنید. مکان برای خرید، غذا خوردن، تفریح و همچنان سینما می باشد. این مجتمع تجاری بالغ بر 265 برند تجاری لوکس از 15 کشور در این مرکز استثنایی قرار گرفته است. Salam, you're Muslim, yeah? Yeah. We have like obviously Arabs, we have Filipinos, English customers as well. Every day varies. It all depends on what day it is, isn't it? Yeah, it's more like diverse. So it's not like which one's more. It depends on the day. Like we see a lot. Sometimes it's like extra Norwegian, then somewhere in Norway. در این شاپینگ سنتر زیادتر مردمان عرب دیده می شود چون اونها پول دارند و اینجا برندهای مختلف است. تقریبا 265 برند مختلف در این شاپینگ سنتر وجود دارد. تنها شاپینگ سنتر یا شاپینگ نیست، میتونین از غذاهای لذیذ این شاپینگ سنتر هم استفاده کنین. تفریحگاه هست برای اطفال و همچنان سینما هم داره. Like a Taiwanese version. Okay. Yeah. And this is drinks, yeah? Yeah, bubble tea. Bubble tea. Oh, bubble tea is like for Chinese. Yeah, for